استاد صدردین عینی 100 سال پیش این خانه را میخره در سمرقند. در سمرقند نام گذاشتیم. من همین حالت به اینجا از زندان آمدم. من از زندان برآمدنش ها. من سال 37 تا آخر عمرشون در همینجا ایجاد کردن. در تاجیکستان اونجا زندگی نکردیم مقیم. دوستان عزیز، در خانه صدردین عینی استاد صدردین عینی 100 سال پیش این خانه را میخره در سمرقند. یک جای دیدن میکنیم در پدول کتابخانه داشت، همش دیدن میکنیم 105 سال پیش این خانه را میخره در سمرقند. این امیر و خانه هیچ از حق خوب نداشتن. غلامداری اگر پیشتر خلق از طریق فقط از طریق عملداران محلی اذیت میکشیده باشد، اکنون عملداران روس هم قبول شدن که خون خلق را از دو طرفا می‌نوشیدن. در همین یک وقتی دشوار اینی به دنیا آمد، لیکن حیات بسیار مشقت را اثر می‌کرد. لیکن هر وقت که به دام اجل میرسید، خدا او را از دام اجل کشیده میگیرد. اینی که 11 ساله بود در بخارا وبا ختم می‌شد. خیلی نیست به اهالی بخارا از عالم میگذره. میتونین پدر مادر استادم عالم میگذرن و صدردین 11 ساله تمامی برای جوش همون عائله و استاد میماند. یکی بیده در نسبی امارت یتیم غلام ها دیگر لیکن از کجا کار رفتن خود خدا و این کس راه نشان داده و خانه یک آدم بزرگ تبریزی ها و خدمتگاری میکنه. صدردین 11 ساله خدمتگاری میکرد و لیکن من آدمی که صدردین بسیار آدم معرفتناک بود، سابق قاضی کلان بخارا، در آنجا همین سیاهی های بخارا جمع میشدن نون محلی متخصصا رو تیار کنن. لیکن شرایط خیلی وضعی بود، سالهای بیستم گشنگی تشنگی همه طلبات داشت دادن همه دانست. موزه‌ای که در توسعه نظامی خیلی بود ویران شود. گویا که ترک‌ها جای نو ساخته می‌داد. موزه خانه نو موزه نو میشد که همه چیز کرد. این همه گناه در خیلی خودش بود. اکنون مرحمت بسم الله. این بیشتر خانه یک سوداگری سمرقندی بود. عینی بایاری دوستان و قرض از بخیدیم قرض گرفته خانه رو می‌خرد. این یکمی خانه کاری استاد عینی. همین در بالای میز از همون جلادان بخارا سرکرده آدینه دیگر اثرها نه اینجا همه چیز کنه یادداشت‌ها و همه یادداشت‌ها دیگر خانه دیگر خانه. این خانه از سال 23 تا 37 سال. برای چی 37 سال این کس هم به حبس گرفته میشن. رپکه 37 سال در تمام اتفاق بود. این کس رو میلادگرا که اعلام میکنه. و ببینید که این کس بلاغوتی خط می‌نویسن، خطی وصیت‌نامه که من با تقدیر خود تن داده ایستادم. از ماشین ریپلیس خلاص شدن آسان نیست، لیکن از شما یک التماس از فرزندانی من با خبر شد که همچون فرزندان دشمنی خلق اذیت نکشن. لاغوتی که این خط را خوان و بسیار در غضب می‌بیاد. اما با خیلی کلام آخر عاقبت این خط به دست استالین میرسه. قدرت خدای ببینید که سمرقند گیجاب و مسکو گیجاب و همون وقتای 37 نه فقط خط یک بندی قدم بند بودگی تمام آیله ها که نابود نشده رفته ایستادگی بوده، خط وقت است وقت ساعتش به رفته میرسد و این کس با همه قدرت خدا از بای آزاد میشن. بعد سال 1937 همچون کمپنسات حکومت سوویتی و یک قسم حواله این کس ساخته میکرد. اکنون عینه بینید یک مرتبه این کس با قدرت خدا و همون به خانه صدردین ها غلطیدن. توی سال 1917 با همون شورشی پخش کرده شدگی کالاسف از زندان امیر آزاد شدن. 37 سال همین خط این کس رو برآورد. همین این کس رو خود خدا دستگیری میکرد. خدا داد آدم بود. خدا داد و وظیفه‌ای که این کس خودی خدا مانده بود این کس اجرا کردن. صلاحت آیا این کس صلاحت آیا در سمرقندی این کس اویلاشون خواهر بدون محمود میشناسید نه؟ این کس دادر عروس استاد که 28 سال اینم سیدر شده. اینجا استاد میرزا ترسونزاده، صدردین عینی، استاد مومن خانوات، لاهوتی. این در دوشنبه واقعا صورت مومن خانوات نه مومن خانوات این دوره بود. نیست؟ نه. از جوان‌تر. بله کلام خرید که همسال استادم. بالش اکنون این خانه که این سوداگر بود تجربه همش
پدوال ها؟ نه پدوال ممکنه اکنون اینجا بسیار در کافو وای هست نه مزار است که میگه گشتون میگه اون چیز میگردد اون از ولی بیشتر گردید بیجن دو خب ولی پدوالی هم قدیمه ویم ربط شکل ربط ساخته شده مرحبا نه در خانه استاد صدردین اینی با خارجی ها با خودیم شما صدر اینی باقی دیدم کارش پوشیدن این چطور همون سولوی همه چیز همون 100 سال پیش من خانه مهمان خانه شون تمام ادیبان جوانی تاجیک و ازبک درس ادب را از همینجا در طرف همین صندلی از استاد گرفته است یک تا از همین خانه که به تعمیر آماده رسید وقتی روسیه ببینید من این خانه های باید دیستیم خوش شفت کرد تمامی این خانه ریگستان همین وقتی احاطه کرده شده بود که ما از برادری خلوانی ما بلند نباشیم اما این خصوصیتی آبش رفتن کاندیداتش کپیدن دارد این خانه همش اذیت کشید لیکن سال 2019 پرزیدنت ما شوکت نرمت 1 میلیارد مبلغ جدا کرده هماجی پرزیدنت یو خبر نمیگیرن نمیگیرن ما از شما خبر اون برای کی جوره عبادت میکنه برای این شما بیرتون تاغا میگه که ما از تاجیکا کم ترک ویم که نمیوین خبر نمیگیرن اینا دوشنبه دیگه یه بخش دو دیگه فکرم که پارتریتی اصول ایفته ماندتون قهرمان شد بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم انا این که نبیرگانی استاد صدردین اینی در اینجا بیا بله البته این خانه مخصوص برای اکسپوزیسیون صدردین در سمرقند نام گذاشته من همین حالت به اینجا از زندان آمدم از زندان برآمدنشان من اکنون این کس آهسته آهسته همین حالت آمدن با دستگیری سمرقندیان و در سمرقند علاقه مکتبی نو بود یعنی مکتب عبدالقادر شکوری سمرقندی استاد من درس داده این مکتب از مکتب کنه فرق است اینکه در اینجا درس‌های دنیوی هم در پیشون روبو بود دایره و همه چی هست دینی بلکه درس‌های دنیوی هم متماتیک جغرافیا موسیقی حتی من دخترکان هم این هستن این گل دخترکان هم هستن دیدین اکنون که سمرقند آمدن من گفتم سمرقند پیشرفت بود همه وقت سایقلی روی زمین در سمرقند علاقه مکتب‌های نو این چیزا بود گازیت و ژورنال‌ها می‌برد من یکم جدیدی اساسی محمود خواجه بهبودی این کس رو استاد پاس می‌داشتن محمود خواجه بهبودی در سمرقند یکمین تئاتری پروفسیونالی شد یکمین کتابخانه شد لیکن 1912 این آدم کشته شد تا حال نامعلوم از طرف یا سرخان یا از طرف بسمچان نامعلوم این من بزرگانی که همشون رپریس شدن سید رضا علیزاده یه عالم مدر علیزاده من مویراب داد این کس ایرانی باشن الفبای یکمی تاجیک برای مکتب تاجیکی نیست این کس اسمت الله رحمت الله زاده یکی که از مکتب نو که شدن در خانه خودشون اکنون من لغاتی که میدونید این کس دوست این کس هم ادیبان تاجیک هم ادیبان ازبک من شرف رشیدوف دست پروری خود استاد من یادم استاد به کاستوم پشت بسیار برام هیچ وقت حاضر در تاجیکستان میگن گویا که شرف رشیدوف و پلان بسمت شرف نبرد بابا جان غفورов یکی از شاگردای استاد صدردین عینی بودن عکسشون رو نمیبینم عکسشون هست دیگر جلو شما سراسر من برای کرده نمیتونم من این شما گوریانی بودید با بودم گفتن که برای کشوده شد قبرش برای کشودن قبر امیر تیمور روی کمیسیون دولتی تشکیل شده بود یکی از اعضای همین کمیسیون صدردین عینی بودن که برای بسیار خدمتشان کردن اکادمیک میاد که برای در شهر سبز گذرانده شده که عینی میگن که نه برای همینجا و گپی عینی روز برآمد وقتی که کشوران آخرین پلیت امیر فلان در همینجا فروخته این شهرت جهانی استاد عینی شهرت جهانی و 34 زبان‌های خارجی کتاب‌های این کس نشر شده است و اصلا وایش برای ما خطرناکش همین که
از دنیا همین کتاب ها با ما یک تا آماده رسیده است. بعد از اینکه از لیپزیگ گرمانی یک عالم آمد سال 1953 در همون لیپزیگ کتابی بخارا زبانی نویسیده چاپ شده بوده است و همون فاکسیمیله خودش همین قصار میگه من همچین باید نگاه داشته میستم لیکن من به همین خیلی باید آمد که نه این باید در خانه خودش باشه گفته با ما آورده سپوریده رفت من نمیست دیگر خیلی خوب اعتبار میکنم. اینا سر لباس استاد در اینجا کاستوماش اینا پوشیاش یاد استاد بخیر بود میبریم میریم تمام همین کردیم شما خواهید نخواهید من مجبور میکنم میبینیم چوبانه میبینیم چرا نه میبینیم این آخرین خانه کاری استاد از سال 37 تا آخر عمرشون در اینجا ایجاد کردن. در تاجیکستان اونجا زندگی نکردیم موقع میرفتن میآمدن. من از 10 می سال 1953 کلندر اینجا همون با این کماندیروف که چیش برآمده رفته اونجا امیدوار بودن که برمیگردند و پنجم اسم یادداشت‌ها رو می‌نویسن لیکن اصول نکرد همین خانه ها موند. نه استاد این ماشین کش قطعی می‌نویسه ماشین از اون استاد از این کاتبه کسی که دپوتات بودن کسی که تا آخر کلیله قبول نکردن از دست به زبان فارسی می‌نویسن لیکن وقتی که دپوتات شدن و این مکاتبه رسمی باید با کلیله بود بعد کاتبه می‌نویسن چاپ می‌کردن. درست است ولی ادیبان روس نویسان روس این کس پاس می‌داشتن استروفسکی چخف الکسی تالستوی مهمان همین خانواده شده است. شدگیستان اینجا یک بار در استادی در آینه استاد این آینه استاد ببینید یاد استاد بخیر. اگر سوال باشد مرحبا. ما در شهر سمرقند در خانواده استاد صدرالدین عینی قرار داریم. بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم. با عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد. صدرالدین عینی خانه‌اش که 105 سال پیش این خانه را گرفتن. اینو تماشا کنید و برادرها در سمرقند خانه‌ای که زندگی کرد و تمامی اثرها و یادداشت‌ها و همه‌ش نوشته در اینجا نوشته بود. اینو ببینید. یاد استاد بخیر. جایشون جنت.